أهلا وسهلا بكم أصدقائي ومرحبا بكم في الحلقة الأولى من بودكاست عربي. أنا سعيدة ويسعدني جدا أن نبدأ هذه الرحلة معا وأن نكون رفقاء درب من اليوم. في هذا البودكاست سنقرأ معا صفحات من أكثر الكتب تأثيرا في العالم. سلام شما دوستای خوبم، خوش اومدین به اولین قسمت از پادکست عربی. من سعیدم و خیلی خوشحالم که این مسیر رو با هم شروع میکنیم و از امروز همسفر و رفیق راه همدیگه میشیم. توی این پادکست قراره با هم کتابایی که توی دنیا خیلی تأثیرگذار بودن ورق بزنیم. لدي سؤال لكم، هل يعتمد النجاح المالي فقط على الشهادات الجامعية أم أن هناك أشياء مهمة لم نتعلمها في المدارس؟ اليوم نبدأ رحلتنا مع كتاب غير حياة الملايين، الأب الغني والأب الفقير لروبرت كيوساكي. یه سوال ازتون دارم. به نظرتون موفقیت مالی فقط به مدرک دانشگاهی بستگی داره یا یه سری چیزای مهم هست که توی مدرسه هیچ وقت یادمون ندادن؟ امروز سفرمون رو با کتابی شروع می‌کنیم که زندگی میلیون‌ها نفر رو عوض کرده. پدر پولدار، پدر فقیر، نوشته رابرت کیوساکی. كان لي أبوان، أحدهما فقير والآخر غني، أحدهما صاحب تعليم رفيع وذكاء وحاصل على درجة الدكتوراه، وكان قد أنهى دراسته التي تستغرق 4 سنوات للتخرج في أقل من 2 ثم ذهب ليلتحق بجامعة ستانفورد ثم جامعة شيكاغو ثم جامعة نورثويسترن ليتم دراساته العليا، وكانت جميعها منحا دراسية كاملة تدور حول موضوع التمويل. أما الأب الآخر فلم يتم صفه 8. من 2 پدر داشتم، یکی بی پول و اون یکی ثروتمند. یکیشون تحصیلات عالی و هوش سرشاری داشت و مدرک دکترا گرفته بود. اون دوره 4 ساله دانشگاه رو تو کمتر از 2 سال تموم کرد و بعد برای ادامه تحصیلات تکمیلی به دانشگاه‌های استنفورد، شیکاگو و نورثویسترن رفت که همه‌شون رو با بورسیه کامل در حوزه مدیریت مالی گذروند. اما اون یکی پدرم حتی کلاس 8 رو هم تموم نکرده بود. كان كلا الرجلين ناجحا في مجاله وعاملا بجد طوال حياته وجنى كلاهما دخلا مرتفعا، ولكن أحدهما ظل يعاني ماليا طوال حياته فيما أضحى الآخر أحد أثرى الأثرياء في هاواي. هر 2 مرد تو کار خودشون موفق بودن، تمام عمرشون با جدیت کار کردن و هر دوشون هم درآمدهای بالایی داشتن. اما نکته عجیب اینجاست، یکیشون تمام عمر از نظر مالی مشکل داشت، در حالی که اون یکی از ثروتمندترین آدمهای هاوایی شد. وقد مات أحدهما تاركا لعائلته عشرات الملايين من الدولارات ومؤسسات خيرية وإحدى دور العبادة التي بناها، فيما خلف الآخر وراءه ديونا مستحقة السداد. كان كلا الرجلين قويا وذا شخصية وتأثير، وقد قدم لي كلاهما النصح وإن اختلف فهواه، إذ آمن كلا الرجلين بشدة بالتعليم لكنهما لم يزكيا لي مسار الدراسة نفسه.
یکیشون وقتی از دنیا رفت 10 میلیون دلار پول و کلی مؤسسه خیریه و عبادتگاه از خودش به جا گذاشت، اما اون یکی فقط کلی بدهی عقب افتاده باقی گذاشت. هر دو مرد قوی و تاثیرگذار بودن و هر دوشون هم به من نصیحت میکردن، اما محتوای حرفاشون با هم فرق داشت. هر دوشون به شدت به تحصیلات باور داشتن، اما مسیر تحصیلی یکسانی رو به من پیشنهاد نمیدادن. قصة هذين الرجلين ليست فقط قصة مال، بل هي قصة اختلاف في التفكير. والآن أريد أن أسمع منكم، من منهما ترونه أقرب إلى تفكيركم؟ اكتبوا لي في التعليقات. أراكم في الحلقة القادمة. شكرا لاستماعكم وإلى اللقاء. داستان این دو مرد در واقع داستان تفاوت در طرز فکره. حالا نوبت شماست. فکر میکنید کدوم نوع نگاه به شما نزدیکتره؟ برام توی کامنت ها بنویسید. توی قسمت بعد میبینمتون و ممنونم که گوش دادین. خدا نگهدار.